нас наш друг, поэт из Ирана, директор Института изящных искусств Хамид Назарха Алисари. Please, Hamid. Don't hear. سلام خدمت همه اعضای روی بریکس، روی فرهنگی. به نام خدا. تأثیر فرهنگ بر جامعه مدرن، میراث فرهنگی در جهان و حفظ آن. جهان امروز یا جهان مدرن در واقع جهان تنوع فرهنگی می باشد که بر پایه فرهنگ قرار گرفته است. جهان مدرن به نوعی خود را ملزم به پذیرش فرهنگ ملل‌های مختلف کرده است. جهان مدرن جهان گفتگو و تعامل فرهنگی است. تبلور فرهنگ در عرصه‌های مادی و غیر مادی مثل میراث غیر ملموس همچون آیین‌ها، باورها، آداب و رسوم، ادبیات عامیانه و غیره میباشد. میراث ملموس هم همچون آثار و ابنیه تاریخی که به آنها میتوان اشاره کرد. در واقع میراث فرهنگی کشورها در جهان مدرن میراث مشترک جهانی بشر محسوب میشود. همه ما برای حفظ میراث فرهنگی، حفظ میراث مشترک در برابر آسیب‌ها میبایست احساس مسئولیت داشته باشیم و برای حفظ آن تلاش نماییم. یکی از راه‌های حفظ میراث فرهنگی چه از نظر مادی یا غیر مادی برقراری صلح در جهان و جلوگیری از جنگ میباشد. حفظ میراث طبیعی همچون دریا، جنگل، کوه و غیره میباید در اولویت جوامع مدرن باشد. ما به عنوان دوستداران فرهنگ، ادبیات و میراث فرهنگی و اعضای گروه فرهنگی بریکس وظیفه داریم با برنامه‌ریزی درست و ارائه راهکارهای فرهنگی در پیشبرد اهداف فرهنگی و میراث فرهنگی در هر کشور به دولت برای حفظ میراث انسانی و میراث فرهنگی کمک نماییم. در واقع با این کار به میراث جمعی و مشترک جهان مدرن کمک کرده ایم. دولت‌ها می‌توانند بر اساس سیاست‌گذاری پایدار و سالم بر اساس فرهنگ هر جامعه‌ای در حفظ میراث فرهنگی کوشا باشند. در گذشته فرهنگ حفاظت داشتیم، فرهنگ حفظ جنگل، حفظ آب و غیره. اما در جهان مدرن امروزی به فراموشی سپرده شده است. در واقع ما باید فرهنگ گذشته را با فرهنگ مدرن امروزی پیوند بزنیم و از فرهنگ گذشته برای حفظ میراث انسانی و فرهنگی به جا مانده در جهان مدرن حفظ نماییم. جامعه مدرن در واقع میبایست بر اساس سنت امکانات بومی محلی خود را به روز رسانی نماید. با سپاس. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.